سلام به همگی، به این کانال خوش اومدید. امروز میخوایم یه فیلم اکشن متفاوت و پر از احساس رو با هم بررسی کنیم. فیلمی با بازی ابرستاره بیشون و چرایی صحنه‌های اکشن جیسون استاتهام. اسم فیلم یک مرد کارگر. اینجا دیگه خبری از دنیای پرزرق و برق مأمورانه ویژه نیست. داستان درباره یک مرد است که گذشته‌ای تاریک و مرموز در عملیات‌های ضد تروریستی دارد. مردی که حالا می‌خواهد همه آنها را پشت سر بگذارد و زندگی جدید و آرامی را آغاز کند. او حالا به یک کارگر ساده ساختمانی تبدیل شده. تنها دغدغه‌اش تامین آرامش و امنیت دختر کوچکش مری است. اما سرنوشت نقشه دیگری دارد. وقتی یک دختر جوان محلی به صورت مرموزی ناپدید می شود، مقامات به سراغ او می آیند. آنها به مهارت‌های مرگبار و بی‌نظیر او در گذشته نیاز دارند. حالا این مرد کارگر با تمام آرزوهایش برای صلح در مقابل یک انتخاب سخت قرار می گیرد. آیا باید در زندگی آرام جدیدش بماند یا باید دوباره به هیولای مهاناپذیر گذشته تبدیل شود تا جان یک بیگناه را نجات دهد؟ این فیلم ترکیبی استثنایی از اکشن نفسگیر استاتهامی و یک داستان احساسی و انسانی است. جایی که یک پدر دلسوز باید از خشم گذشته‌اش برای دفاع از آینده استفاده کند. اگر به دنبال یک اکشن با عمق داستانی بالا، صحنه‌های درگیری خشن و واقعی و بازی قدرتمند استاتهام هستید، یک مرد کارگر حتما شما را غافلگیر خواهد کرد. دوستای عزیز، برای تماشای این فیلم جذاب لینک کامل رو براتون در بخش توضیحات ویدیو قرار دادم. حتما برید و ببینیدش. نظرتون رو هم در مورد اینکه آیا میتونید از گذشته‌تون فرار کنید یا نه برامون کامنت کنید و فراموش نکنید اگر از این معرفی خوشتون اومد حتما به ویدیو لایک کنید و برای حمایت از ما و دیدن ویدیوهای بیشتر از بهترین فیلم ها کانال رو دنبال کنید.